اگه این هواپیما رو دیدین پس خداتون رو شکر کنید، چون از اول هدف شما نبودید. هواپیمای B2 آمریکا ملقب به شبح آسمان یک بمب افکن هسته‌ایه که با 50 متر پهنای بدنه کوچکترین مقطع راداری جهان رو داره که فقط 1/1000 متر مربع. این مثل میمونه که بخواید یک زنبور کارگر رو وسط آسمان از رو رادار شناسایی کنید. جدا از اینکه بدنه مقاوم این هیولای مخوف از ترکیب گرافیت اپوکسی، فایبرگلاس و تیتانیوم تشکیل شده که با یه سری مواد سری پوشیده میشه تا امواج رادار رو به جای بازتاب به خودش جذب بکنه، میتونه 16 تا بمب هسته‌ای B83 رو با قدرتی معادل 19.2 مگاتن در یک عملیات رهاسازی کنه. این در حالیه که بمب لیتل بوی در واقعه هیروشیما فقط 15 کیلوتن انرژی داشت، یعنی 1280 برابر انرژی آزاد شده در واقعه هیروشیما. هزینه ساخت B2 مثل طراحی بدنش عجیبه و هر فروند 2 میلیارد دلار هزینه برمی‌داره، یعنی با 30 میلیارد دلاری که جاهای دیگه خرج کردیم میشد 15 تا ازش ساخت. حالا جالبه بدونین این نابودگر لاکچری آمریکایی از تعقیب موشک‌های حرارتی هم در امانه، چون موتورش داخل بدن طراحی شده و خودش هوای داغ رو قبل از خروج خنک میکنه و ردی به جا نمیذاره. و قرار نسخه جدیدتر و پیشرفته‌ترش یعنی B21 ریدر سرنوشت آسمان آمریکا رو تغییر بده. ولی برام سواله، واقعا کدوم کشور پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی جهان رو داره؟ واسه فکتای مهیج فالو کن.